مسافه نفر به نفر. کوین یامگا آیا میتونه گل سوم خودش رو بزنه یا نه؟ از زیبا دروازه رو باز میکنه کوین یامگا، در خلاف جهت حرکت ایمان صادقی گل اول تیم استقلال در دقیقه 59 به ثمر میرسه که دروازه رو این چنین باز کرد. ضربه پنالتی مطمئن. گام های یامگا به سمت توپ و ضربه‌ای که میزنه و دروازه هوادار باز شد. اختلاف به یک گل میرسه. اجازه میده تا اشکان خورشیدی و این ضربه توی دروازه. ضربه‌ای که کوین یامگا میزنه با اولین گل برای استقلال شکل میگیره. شوک اول یامگا، جعفرپور کی موفق تره؟ یامگا میزنه و توی دروازه استقلال موفق میشه با ضربه پنالتی کوین یامگا یکی جلو بیفته در قزوین برابر شمس‌آذر. کوین یامگا پشت توپ میزنه و توی دروازه. استقلال 2 گلگهر 1. داستان همون سناریو میشه، همون فیلمنامه دور رفت میشه. یه مکسم کرد، ضربه رو هم زد، فریبم داد اکبر منادی رو. حرکت یامگا، ضربه‌ای که میزنه و درون دروازه قرار میگیره. استقلال 1 تراکتور 1. نزدیک بود که اخباری بگیره توپ کوین یامگا رو، اما این اتفاق نیفتاد و بازی به تساوی کشیده شد. کوین یامگا مثل همیشه مطمئن حرکت کرد. کوین یامگا در مقابل داوود نوشی. خود یامگا حالا ضربه‌اش رو میزنه و راحت توی دروازه گل برای استقلال. ابتدای فصل اونا 2 تا پنالتی رو توسط بوریا از دست دادن، بعد از اون هر چی گرفتن گل شد. خلاف جهت زد کوین یامگا تا بازی از این لحظه به بعد جذاب‌تر هم دنبال بشه. از این نما هم ببینید در کنار محبی 4 گل کنه خودشون. اونور فرزین گروسیان حضور داره. دقیقه 86 یامگا و ضربه‌ای که به طور دروازه بوسه میزنه و از نماهای مختلف ببینید تکل این بازی رو. سنطرف انصافا خوب بازی کرد، به خصوص در نیمه دوم و فعلا در آبادان همچنان صنعت نفت آبادان. کوین یامگا در مقابل داوود نوشی صوفیانی. حالا سود میزنه آقای ترابیان، فوق‌العاده حساس. یامگا حالا ضربه‌شو میزنه و این بار هم دقیق و مطمئن 2-1 برای استقلال. پنالتی زدن براش مثل آب خوردن کوین یامگا. چی از اینجا شروع شد، خطای سید مجید نصیری برای رودی جستن. کوین یامگا برای 4مین بار در این بازی پشت ضربه پنالتیه. این بار چی میشه؟ یامگا حرکت و توی دروازه. این بار دیگه کوپال ناظمی هم وسط زمین رو نشون میده. بالاخره این قفل باز شد. کوین یامگا استقلال رو 2-1 جلو انداخت. حالا این استقلاله که به دور بعدی جام حذفی میرسه. ببینیم با هم دیگه اینجا حرکت و ضربه یامگا و توپی که در درون دروازه محمد رضا اخباری قرار گرفت. کوین یامگا ضربه‌اش رو میزنه، گرفت در برگشت و گل توی دروازه. شانس برد کوین یامگا، هم بخواد در نهایت گل برای استقلال. کارو سخت کردن برای گلگار. اینجا ضربه‌اش رو بعدم زد یامگا، هم بخواد در برگشت شانس توپش رسید و تونست دروازه رو باز کنه. حرکت یامگا، ضربه‌ای که میزنه و توی دروازه. اینم گل دوم. بازم یامگا، بازم دروازه باز شده ذوباهن. خیلی مطمئن وارد دروازه بشه. سبک خاص خودش هم ضربه رو زد کوین یامگا و دروازه‌ای که برای 2مین بار
باز شد. کوین یامگا زبش رو میزنه که توی دروازه. گل دوم برای استقلال و دبل کوین یامگا. پیروزی ارزشمند داره رقم میخوره در تهران برای استقلال. اجازه زدن ضربه رو بده کوین یامگا و علیرضا حقیقی و یامگا خلاف جهت حرکت حقیقی استقلال. یه حالا عکس یادگاری 3 نفره و این بازیکن فرانسوی که البته والدینش کامرونی هستن، کوین آرتور یامگا حرکت میکنه پشت توپ میزنه و توی دروازه. گل برای استقلال تهران و نتیجه 2-1 میشه در وقتهای اضافه این دیدار. توی کل درگیری ها اصلا جلو نیومد قلعه‌نو، خلاف جهت حرکت فروزان. کوین یامگا سومین گل خودش رو در این فصل برای کوین یامگا، داور سود زده، یامگا حرکت میکنه میزنه و خلاف جهت پنالتی رو گل کرد. جواد نکونا هم میره به سمت نیمکت پرسپولیس، البته تا میانه های زمین. یامگا میاد سمت نیمکت استقلال و بازی 1-1 مساوی میشه.